الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي حكم بين الناس بحكم رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 18 از بیان کشف شبهات اهل بدعت در مسئله حکمی بما انزل الله، الحکم بما انزل الله، حکم نمودن به حکم الله و رسولش و بیان گمراهی و گمراهانی که به حکم بغیر ما انزل الله حکم میکنند. در حلقه گذشته کمی در بیان رقمی شماره حلقه خطا کردیم. گفتیم که حلقه 20 است در حالتی که حلقه 17 بود و این حلقه 18 است. و باذن الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما علاقه حکم بما انزل الله به اسلام را بیان میکنیم. یعنی حکم الله و رسول، حکم الله نازل کرده به اسلام، به دین اسلام چه علاقه دارد؟ از دو جهت حکم به اسلام علاقه شدیدی دارد. از جهتی حد و حقیقتش حکم، از جهتی حدودش و حقیقتش که بر همون قائم می شود و عمل کرده می شود و تسلیم می شود، و از جهتی رکنهایش. بیاید نظر بکنیم به اسلام. اسلام چی معنی دارد؟ اسلام معنیش همین است که تسلیم شدن به الله، به توحیدهایش و عمل نمودن به اسلام، پابرجا بودن در عمل و اطاعت کردن و براءت جستن از شرک و اهل شرک. یعنی 4 چیز: الاستسلام لله بالتوحید و انقیاد له بالطاعه و براءت من الشرک و اهلی. هر کسی که من در دین اسلامم میگوید باید که به تمام نمودهای توحید تسلیم شده و قبول کرده و معلومات داشته باشد و به تمام امرهای الله و نهیهایش عمل بکند و اطاعت الله را بکند و براءت از شرک بکند. شرک را ترک کرده باشد به خاطر الله دانسته و به خاطر الله، و مشرکینی که شرک را انجام میدهند اونها را هم به خاطر الله به قصد رضای الله ترک کرده باشد. و هر کسی که به حکمی غیر الله و رسولش حکم میکند، یعنی هر کسی که به حکم الله و رسول حکم نمی کند، یعنی به حکم غیر الله و رسول حکم میکند، از همین رکنهای اسلامی که حالا 4 رکن اسلام را بیان کردیم 3 تاش میشکند. یعنی اسلام به چی چیز به وجود میاد؟ گفتیم توحید، عمل، براءت از شرک و اهل شرک. هر کسی که حکم به حکم غیر الله میکند، یا که هر کسی که به حکم الله حکم نمیکند، هر کسی که اراده حکم غیر الله میکند، به سوی حکم غیر الله دعوت میکند، حکم غیر الله را افضل میداند، دموکراتی، لیبرالی، علمانی و غیره و غیره، پس او به توحید الله تسلیم نشده است. اولین معنای اسلام تسلیم شدن به توحید است، اما این تسلیم به توحید نشده است. دومین اسلام این عمل کردن است، این عمل انقیاد به الله، اطاعت به الله نکرده است. و سومین براءت از مشرکین و شرک اونها در حکم نکرده است. سبحان الله، سبحان الله. یعنی تمام نمود اسلامش نابود شده است. هر کسی که حکم به غیر حکم الله میکند، هر کسی که به حکم الله و رسول حکم نمی کند، هر کسی که اراده حکم غیر الله رسول میکند، به سوی حکم غیر الله رسول دعوت میکند، حکم غیر الله رسول را در این زمان و عصر و غیره خوب میداند، بداند که نه توحید دارد، نه اطاعت الله دارد، نه براءت از شرک کرده است و نه براءت از مشرکین کرده است. این مسلمان نیست و کافر است. آشکار حکم کننده به حکم غیر الله یا حکم نکننده به حکم الله رسولش آشکار به نام اسلام مخالفت کرده است.
اگر این سخنی ما به کسی نافهما باشد یا قبول نکند، بیاید ما به او اثبات بکنیم یا که به ما اثبات بکند غیر این سخن را. و این سخنی ما خصوصا به مرجعه ها است، به مدخلی ها، به ماتریدی ها، به اشعری ها، به صوفی ها، به رافضه ها و امروز به حزبی ها، حزبی نهضتی گویا اسلامی. اینا از اسلام فرسخا دور است و گروه هایی که خودشون را مسلمان میگویند و این و آن گروه های 24 و غیره، که این همه حکم کردن به حکم غیر الله را جایز میدانند، اما خودشون را مسلمان میگویند. بیایند حقیقت توحید را ببینند که آیا همین جایز است یا نیست. البته که جایز نیست. حکم کردن به حکم غیر الله این البته که کفر است و صاحبش کافر مرتد می شود. الله سبحانه و تعالی خودش حقیقت اسلام را نفی کرده است از کسی که حکم الله را ترک کرده است. پس این حقیقتی علاقه حکم به اسلام است. یعنی ببینید که حکم کردن به حکم الله به اسلام علاقه شدید دارد. یعنی این عمل عادی نیست. حکم کردن به غیر ما انزل الله، حکم کردن به غیر قرآن و سنت، به غیر شریعت الله سبحانه و تعالی، این شکننده شریعت است، شکننده دین است، شکننده اسلام است. هر کسی که به غیر ما انزل الله، به غیر نازل کرده الله، به غیر قرآن و سنت حکم میکند، به تحقیق شریعت را ترک کرده است، به شریعت ایمان نآورده است، شریعت را دروغ شمارده است، شریعت را کمبودیدار گفته است، شریعت را ناکامل گفته است و نسبت شریعت خنک نظری کرده است، کم نظری کرده است. این شریعت، این دین نآمد، این شریعت نازل نشد مگرم به خاطر عمل. این احکام قرآن و سنت نازل نشد مگرم به خاطر عمل کردن. یعنی قرآن و سنت نازل شد تا که عمل کرده شود، تا که حکمش جاری بشود. بارک الله فیکم. انا از همین جهت علاقه حکم فهمیده میشد و این چنین حکم کردن به حکم الله و رسول علاقه شدید به ایمان دارد. این چنین از دو جهت، از جهت حقیقتش و اصلش. یعنی هر کسی که به حکم الله و رسول حکم میکند او اسلام را در خودش ثابت کرده است و اسلام را نگه داشته است. و هر کسی که حکم به غیر حکم الله رسول میکند، حکم به قرآن و سنت نمیکند و ترک حکم الله رسول میکند، البته این مشرک و مرتد و کافر شده است و به دینش اگر نظر کنیم دینش شکسته است، اسلامش شکسته است. و این چنین هر کسی که به حکم الله و رسول حکم میکند ایمانش را ثابت کرده است، هم اصلش را هم حقیقتش را. اما هر کسی که به حکم الله و رسول حکم نمیکند ایمانش نابود شده است، ایمانش باطل است، کافر است، مرتد است. ایمان چیست؟ ایمان این همون اقرار و تصدیق است. یعنی ایمان به حکم الله من ایمان آوردم، به امرهای الله من ایمان آوردم. یعنی چی؟ به زبان گفتن این که من ایمان آوردم به حکمهای الله، به امرهای الله، به اوامر الله، به حلال و حرامش، به اون کمالیت شریعتش ایمان آوردم گویا تمام است؟ نه والله. ایمان آوردم گفتن یعنی من اقرار کردم همه امرهای الله را، همه نظامهای الله را، احکام الله را اقرار کردم، قبول کردم و تصدیق کردم. ایمان این اقرار و تصدیق است. ایمان این قبول، اقرار، تصدیق است و انقیاد و عمل کردن است، عملی ظاهری و باطنی. ایمان این تصدیق کردن، اقرار کردن. البته تصدیق بعد از اقرار می شود. کلمه تصدیق هم اقرار و قبول دارد در درنش
وقتی که ما میگیم که یک انسان تصدیق کرد یعنی اقرار کرد، قبول کرد، تصدیق شد. ایمان یعنی تصدیق، ایمان یعنی انقیاد و عمل کردن هم ظاهری و هم باطنی. و ایمان این قول است و عمل است و اعتقاد است. یعنی ببینید برادران عزیز، با قول، با عمل و با اعتقاد، با زبان، با جسم و با دل گفتن سخن است. با قول، با زبان، با عمل، با جسم و با اعتقاد، با قلب ما ایمان می آوریم، یعنی تصدیق میکنیم، یعنی انقیاد میکنیم، عمل میکنیم. ایمان از چند جا به وجود می آمده است؟ از 3 جا: از زبان، از دل و از جسم. زبان را سخن گفته می شود قول، قلب را اعتقاد، جسم را عمل. با زبان سخن، با قلب اعتقاد میکنیم و با عمل و با جسم عمل میکنیم. با زبان و با جسم و با قلب چگونه ایمان میاریم؟ یعنی با این 3 جا تصدیق میکنیم، قبول میکنیم حکم الله را، تصدیق میکنیم تمام جایهایی که باید شریعت الله را تصدیق کنیم، تصدیق میکنیم و عمل میکنیم. با قول و عمل و اعتقاد ما تصدیق میکنیم و انقیاد میکنیم، هم ظاهری هم باطنی است. پس همین را علما میگن که ایمان این تصدیق است، ایمان این عمل کردن است، هم به ظاهر و هم به باطن است، که همین را گفته میشد قول و عمل و اعتقاد. یعنی با قول، با عمل، با اعتقاد تصدیق میکنید و عمل میکنید. و این رکنهای بینهایت ملازم به همدیگریش است. یعنی هم با زبان و هم با عمل و هم با اعتقاد، هم با سخن و هم با عمل و هم با اعتقاد باید ایمان بیاریم. یکی از این ترشان انسان کفر میشد. باید ایمان بیاریم یعنی باید تصدیق بکنیم، باید قبول و اقرار بکنیم، باید عمل بکنیم. پس هر کسی که دعوای ایمان بکند به وی واجب است که تصدیق بکند همه آن چیزهایی که از جانب الله آمده است. تصدیق بکند همه آن چیزهایی که از جانب الله آمده است، یعنی هم به زبانش، هم به دلش و هم با جسمش تصدیق بکند، یعنی عمل بکند. و این چنین حکم را چرا که حکم از جانب الله آمده است. حکمی که در قرآن و سنت است از جانب کی است؟ از جانب الله است. پس هر کسی که خودش را مسلمان میگوید و مؤمن میگوید و ایمان آورده میگوید باید تصدیق بکند، یعنی قبول، اقرار، تصدیق بکند، عمل بکند، انقیاد بکند به حکم. تنها با زبان گفتنش کافی نیست. ما گفتیم ایمان قول است و عمل است و اعتقاد است. هم به قولش، هم به عملش، هم به اعتقادش، یعنی هم به زبان، هم به جسم، هم به قلبش باید قبول کند، اقرار بکند، تصدیق بکند، عمل بکند، انقیاد بکند. فقط اقرار کردنش یا تصدیق کردن به قلبش، فقط به قلبش گفتن این که این حکم الله است من قبول کردم گفتن کافی نیست، بلکه باید انقیاد داشته باشد، یعنی اطاعت و عمل بکند. هر یک تصدیقی که به هر کسی که تصدیق حکم الله کرد باید انقیاد بکند، قبول بکند، عمل بکند، تسلیم به این حکم الله شود. لازم است که شرع الله را بگیرد، امر الله را بگیرد، نهی الله را ترک بکند، حلال کرده الله را حلال بگیرد، حرام الله را حرام بکند و حکم الله را قبول بکند و تصدیق بکند و عمل بکند. و در حالت‌هایی که یگان مشکلی به سرش آمد به سوی حکم الله برای حل و فصل کردن رود. هیچگاه از مراجعت کردن به حکم الله و رسول، از تحکم به شریعت الله سرکشی نکند. هیچگاه مراجعت به حکم غیر الله و رسولش نکند. پس هر کسی که حکم به حکم الله و رسول نمی کند، هر کسی که تحکم یعنی مراجعت به غیر شریعت می کند، او مؤمن نیست به نص قرآن. بلکه حتی الله در قرآن گفته است که ما باید کاملا 100% رضا به حکم الله باشیم و 100% تسلیم به حکم الله باشیم. چه خیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره النساء آیه 65 می فرماید
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. قسم بر ربت ای محمد صلی الله علیه و الله با خودش قسم میخورد و میگه که لا یؤمنون، مؤمن نمیشوند، یعنی مسلمان نمیشوند تا همان زمانی که مراجعت بکنند به محکمه های شرعی، به محکمه توی محمد صلی الله علیه و سلم، زمانی که در بینشون مشاجره به وجود آمد. یعنی کسی که در حالتهای اختلاف، در حالتهای جنگ و جدال برای حل و فصل کردنش به محکمه های غیر شرعی، به محکمه های کفری مراجعت میکرد، اون کافر است. این نص قرآن سوره نساء 65 است. الله قسم خورده میگه که این مؤمن نیست، این کافر است. نفی ایمان، به تفسیر این آیت از کلام سلف نظر کرد، نفی ایمان، کاملا نفی ایمان رو میکند. برای اون که در اینجا کلمه ایمان خودش تنها آمده است. ما قاعده داریم که کلمه ایمان خودش تنها بیاید، هم اسلام و هم ایمان را در بر میگیرد. اذا اجتمع افترق و اذا افترق اجتمع. سبحان الله. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجه. بعد از این که به محکمه های شرعی مراجعت کرد، به محکمه محمد صلی الله علیه و سلم مراجعت کرد، به محکمه قرآن و سنت مراجعت کرد، وقتی که محکمه به قرآن و سنت در بالای یک انسان حکم را صادر کرد، در اساس قرآن و سنت، در اساس شریعت، باید 100% کاملا رضا باشد، به همین حکم الله راضی شود و بعد از این و یسلم تسلیما، و 100% در همه حالت تسلیم حکم الله رسول شد. انا این مسلمانی مؤمنین است. و در آیت دیگر الله سبحانه و تعالی میگه انما قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. انما كان قول المؤمنين، یعنی هر اینه به درستی که مؤمنین همان کسانی هستند که زمانی که به اونها گفته می شود یا که زمانی که اونها را به سوی حکم الله و رسول دعوت کرده می شود، لیحکم بینهم، تا که در بینشون حکم کرده شود به حکم الله و رسول، میگن که سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم و اطاعت کردیم. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا و اطعنا. امروز ما اهل بدعت را، امروز حزبی ها را، صوفی ها را، امروز رافضه ها را، امروز مرجعه ها را و تمامی کسانی که در مسئله حکم بغیر ما انزل الله، سبحان الله، وارد شده اند و این حکم بغیر ما انزل الله را روا دیدند، و تمامی کسانی که در مسئله حکمی بما انزل الله، الحكم بما انزل الله، مشکلی دارند، در مسئله حکم بما انزل الله مشکل دارند و حکم بغیر ما انزل الله را جایز گفتند، همه اونها رو ما دعوت به سوی حکم الله رسول میکنیم، دعوت میکنیم که بیایید بنشینیم تا که بین ما و شما به حکم الله رسول حکم بکنیم. آیا شما مؤمن هستید که بگید که سمعنا و اطعنا؟ بیایید به قرآن و سنت این اختلافی که در بین ما و شما هست حل بکنیم. ما شما را به سوی حکم الله دعوت میکنیم که بین ما و شما اختلافی بوده، به حکم الله و رسولش حکم بشود و حل فصل یابد. ای اهل بدعت، ای گمراهان، بیایید به حکم الله و رسول این مشکلی را حل بکنیم. آیا شما مؤمن هستید که بگید سمعنا و اطعنا، شنیدیم اطاعت میکنیم؟ بارک الله فیکم برادران و خواهران موحدم. این است حقیقت. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء 59 میگه فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول ان کنتم تؤمنون بالله. اگر یک اختلاف در بینتون شد، یک نزاع در بینتون شد در یگان مسئله، فان تنازعتم فی شیء، اگر شما در یگان چیزی تنازع کردید بین هم دیگر،
اختلاف کردید و تنازع جنگ و جدال کردید، همون مسئله را و همون چیزی که اختلاف شده است فردوه الی الله و رسول، با الله و رسول گردانید، به حکم الله و رسول گردانید. یعنی مشکلی خودتون را، تنازع و جنگ و جدالی که در بینتون شده است، نافهمی که شده است، به حکم الله و رسول حکم بکنید، حل و فصل کنید. این کنتم تؤمنون بالله، اگر ایمان به الله داشته باشید. پس هر کسی که به حکم الله و رسول اختلافش را، تنازعش را حکم نمی کند، به غیر حکم الله و رسول حکم می کند، این مؤمن نیست. الله سبحانه و تعالی در سوره نور آیه 51 میگه انما كان قول المؤمنين انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. هر آینه به درستی که قول مؤمنین این است که زمانی که اونها را به سوی الله و رسول دعوت میکنی تا که در بینشون حکم کرده شد، میگن که شنیدیم اطاعت میکنیم. سوره نور آیه 51. انا اینها هستند که الله سبحانه و تعالی اونها را مؤمن گفته است. یعنی مؤمنین کسانی هستند که به محکمه الله و رسول مراجعت میکنند، کاملا به حکم الله و رسول رضا هستند و به حکم الله کاملا 100% تسلیم میشوند. مؤمنین کسانی هستند که در بینشون وقتی که تنازع و اختلاف و جنگ و جدال شد، به حکم الله و رسول باز میگردند، به الله و رسول باز میگردند. مؤمنین کسانی هستند که وقتی که اونها را به سوی حکم الله و رسول دعوت کرده می شود تا که در بینشون حکم کرده شود به حکم الله و رسول، میگن که شنیدیم و اطاعت میکنیم. این است مؤمنانی که الله اونها را مؤمن نامیده است. پس هر کسی که همچنین صفات ها را ندارد او مؤمن نیست، او مسلمان نیست و کافر است. این همه صفات های قبول حکم الله است و شنیدن و اطاعت کردن است و روی آوردن به سوی حکم الله است. پس هر کسی که از حکم الله، از اطاعت الله، از مراجعت کردن به محکمه الله دستکشی می کند و به غیر حکم الله، به غیر محکمه الله می رود، به غیر اطاعت الله می رود، البته او مسلمان نیست و کافر است. پس بدانید که حکم کردن به حکم الله و رسول، حکم کردن بما انزل الله، از ایمان است. چه خیلی که از اسلام است، از ایمان است. هر کسی که حکم به غیر حکم الله و رسولش میکند، نه لا اله الا الله دارد، نه کفر بالطاغوت دارد، نه الولاء و البراء دارد، نه اسلام دارد، نه ایمان دارد. ارکانهای ایمانش، ارکان ایمانی که ششگانه است: آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله واليوم الآخر والقدر خیره و شره، همه اش به سبب حکمی بغیر ما انزل الله نابود میشود. برای که این همه علاقه دارد. حکم کردن به حکم الله و رسول علاقه به همه این رکنهای ایمان دارد. بارک الله فیکم. پس با همین این حلقه رو به پایان میرسانیم و به اذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده به شما موضوع دیگری را بیان خواهیم کرد که تعلق حکم به شرک و کفر، یعنی حکم تعلق به شرک و کفر هم دارد. یعنی هر کسی که به حکم الله و رسول نازل کرده حکم نکند، شرک و کفرش به وجود می آید. یعنی وقتی که ما گفتیم که حکم کردن به حکم الله و رسول، حکم کردن بما انزل الله از توحید است، پس حکم کردن بغیر ما انزل الله، حکم کردن بغیر حکم الله و رسول، این از شرک است. هم از شرک الوهیت و هم از شرک ربوبیت و هم از شرک اسماء و صفات است و این انسان مشرک است. و البته در این مسئله در حلقه آینده صحبت خواهیم کرد. بارك الله فيكم وحياكم الله بياكم. اللهم علمنا مما ينفعنا وينفعنا مما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.